برادر صدای مرا میشنوی؟ مهاجر جبر دیده میشنوی؟ بله اکای بیروز سلام علیکم. علیکم. شما در کجا قرار دارین؟ ما هم در طرفای روسیه اکا. نه جا تا ندیدم در قربونه الله. کدام زندانین، در کدام شعبه یکیجا هست؟ جای نه خوب است. اکا خداوند نگهبان باشه که با زندان اولی نرسیده من ایم. همون کاتای همون شعبه های پلیس است، با او خاطر گفتم. آه خچ کو کنیم اکا مهاجری جبر دیده اما خیلی روزو پس از این مهاجرت نبینیم. بله چیکار بله. کنیم؟ خوبه اکا سوزین تشکر. سلامت باشین. خداوند نگهبان باشه همه زنده باشین. مهاجرا را همه مخالفایی که مثال حساب میکنن چیز خداوند اکا شما نیستین مخالف یا که مخالف هم باشیم مثال حقیقت قدم میریم سلامت باشین. دیگه نمیدونم راست دیگه کی در شکایت کنیم چیکار کنیم همی جبر دیده ایم ده که خداوند نگاه موضوع را در مهاجرت این قریب 3 سال میشه در حدود روسیه گشتیم فرزندام رو ندیدم ای باور کن. بچم 10 هفته نبود مثال آمدم بانو میخدا که 10 هفته با همون ریویزیا نمیکردن ای چی جواب نمیدادن یه بار در دستم گرفتمش دیگه هم خیلی دیگه همون قطعی مهاجر شدم اومدم بخلو دردم میکنه که حس قدر نه دردت میکنه برادر که یک دقیقه من واقعا همین منظره را هیچ تصور کرده نمیتونستم که فرزند وقتی تولد میشوه نمیبینیش. تصور که با درد ای برادر از او سخت‌تر است که یک بار فرزند جگربند شه آغوش گرفته است گفته است مادرش من بسپاردم به تو، من رفتم غربت مهاجرت غلامی. چقدر درد احساس میکنی برادر؟ بانو میخدا اکی بیروز خو اکی دو داری مثال خیلی 3 سال ما هم باید جوی رسیده برادر بهترین است نه اکا و نه دادر میشه برادر. سلامت باشی اکا خدا نگهبان باشه پروست دردت میکنن اون محرکای موهاشون سفید یا خیلی ملیسن یا خیلی توزه میکنن که نمیتونستی در وطن کار کنی برادر؟ چرا روسیه اومدی؟ اوکی امکانیت نبوده که اونا شما فرزندت به دنیا نیومده کنی خیلی پول میتی تا پرتای طلبه مکتبی که فرزندت میره همش بخری کتابش اوسو بیسمالی کتابش میخرم دفترش میخرم همش میخرم دردت نمیکنه که بیروز؟ بله واقعا با خدا قسم خیلی دارد حس میکنم او در لوچی افغانستان یا که لوچی 92 ما حساب میکنیم دیگه چکار کنیم یا قریب 3 سال من نه زن ندیدم نه فرزند ندیدم چکار کنم داد ما وکی بگم نه بدبختی خدا زده لعنت کرده الله گفته گفت 30 سال یا بار شکر نمیده نه اوی حلالی سوز داریم که خیلی بامزه باشه یا چیز باشه سال 92 تا 2000 چند همون چیز در امی رایون مونده مثلا سویت هم داشتیم پدر نهلت ای همه محروم کردیم دیگه نمیدونیم کی قطعی بجنگیم کی را چیز خواهم بگیم بخوریف قطعا میگه بانم خدا که سلامت باشی برادر واقعا یا شکا موندگیم را خیلی پوشکا در پیشون گرمی را پوب میکنه که دیگه توکل با خود بیرون در کور بشه کم میبرم نشون از میکنم من باور دارم که من از اوز همین مهاجرا هستم من همه چیزا رو در 45 گرادوس سردی که دیدم و کار کردم میدونم من حس میکنم من احساس میکنم واقعا برادر قبول است برادر تشکر زیاد برادر سلامت باشین زنده باشین تشکر واقعا باشه همه مهاجرا را در حق دوم میکنم سلامت باشین با خدا درد است واقعا ما الکی یا که آموخته شدم همین فکر میکنم دردی خود من احساس میکنم دیگر شاید از شنیدن درد زیادی مردم شاید نمیدونم واقعا اصلا بعد از شنیدن این دردها اصلا یعنی حوصله همون یک برنامه گذروندن برام دیگه ناراحتی به احساس میکنم که وقت فرزند تولد میشوه سبحان الله یک بار در آغوش میگیری میگی خدا نگهبانت بچه‌م تو زنده سلامتی حلال میخری حرام میخری یعنی چی میخری تو چی میپوشی تو آیا مادر تو را نگاه کرده میتونه آیا مسئولیتی من تربیت است آیا مرا ببخش
ای فرزند مرا ببخش که من ترا تربیت کردن نمیتونم. من رویهای دور میرم، 5000 کیلومتر دور میرم. آیا من زنده برمیگردم؟ آیا من سالم برمیگردم؟ آیا من میتونم جای کار پیدا کنم؟ آیا من میتونم تو را بخورونم؟ آیا میتونم با پول حلال تو را بخورونم؟ آیا تقدیر تو ای جگربندی من چی میشه؟ من نمیدونم. خدا نگهبانت. من رفتم غربت، مهاجرت، میرای در کدام یک جنگل، در کدام یک نمیدونم پدوله، در کدام یک باشگاه، در کدام یک خانه روس زیر ترمه، زیر ماشین، زیر پاییز، کدام ملتگرات میکشه، کدام پلیس در زندان لطت میکنه که این ولیدت میکنه، سالها پستر میکنه در زندان میمونی. طفلی که یک بار بوی پدر شنید، یک عمر به پدر، یک عمر صغیره به وایا میرسه، کلان میشه. هزارها تا چنین حادثه ها است. اینمی خودش بس است که ما بگیم که ما افغانستان نمیگیم، مردم ما نمیدونم سوریه و عراق و فلسطین نمیگیم، ما زندگی سالی میگیم، بازگشت برگشت به نزد عائله و فرزندامون میگیم. لااقل اومدن 6 ماه که کار کردیم، همون چیپتای هواپیمای پدنلت که در زیر کنترل داماد خسرو عجینه و صغیره و نویره شما است، ارزانش بکنه که لااقل 1 ماه کاری من بتونم که برم 1 هفته همون جگربند من در آغوش بگیرم گشته بیام. نرخ 3 ماه معاش ما با مصرفاش با همه چیز میشه یک چیز بلیت هواپیما. شکلانه کنه که وطن آباده. من بعد از 3 سال برگشتم ایرپورت عین گیجا گفت خوجند دیدم، کیف کردم. بلیاز خدا، بلیاز خدا. همون 4 بینا و 4 شیشه و 4 کافه که دیده، همون پیشروی است، همون زندگی است، همون ترقیات است، همون علم است، همون فرهنگ است، همون چیز خودت هر روز در روسیه میسازی، با دستان خودت بهترین انشاءات‌های بلند زمانوی میسازیم.